فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سال بعدی آقا محمد از نروژ بود که سوال کردن که آیا خانم ها میتونن موقع نماز اذان بگن؟ این مسئله رو من قبلا عرض کردم که برای خانم ها در شهری که اذان گفته میشه لازم نیست که اذان بگند و گفتن اذان در واقع فقط در یک جا در جایی که محل اقامه نماز هست مشروع هست و وقتی که در اونجا اذان گفته شد پس بنابراین نیازی به اذان دیگر نیست و این یک مسئله دیگر خود حکم اذان گفتن برای خانم ها هم یک امر در واقع نامشروعی هست و این حکم مخصوص مردان هست و در جایی که در واقع اعلام برای نماز هست، یعنی خود این اذان در واقع به صدایی گفته میشه، به اذانی گفته میشه که با صدای بلند در ملأ عام گفته میشه تا تمام مردم این در واقع اذان رو بشنوند و سابقه نداشته که در تاریخ اسلام یک زنی بیاد به جای مردان در واقع اذان بگه. اما در جایی که خود زنها هستند به صورت انفرادی میتونند که مثلا اذان گفته شده، اقامه که همون اذان هست میتونه زن اقامه بگه در جایی که خود زنها هستند و نماز با جماعت زنها میخونه در اونجا جایز است. اما در جایی که جماعت مردانه هست در مسجد هست نه اذان زن و نه اقامش و نه امامتش اینها مشروع نیست.